سراسر جمله عالم پر ز تخت است ولی تخت سلیمان و هوا کو. سراسر جمله عالم پر ز مرغ است ولی مرغ چو بلبل خوشنوا کو. سراسر کانگیتی پر ز مس شد ز مس هم زر نیامد کیمیا کو. سنایی نام کردیم خویشتن را ثناخوان را بگو آن آشنا کو. جان پر درد میبینم دوا کو ولی خوبان عالم را وفا کو. آن ثانی که نقش دو عالم تیار ساخت نور محمد از همه پیش استوار ساخت. کرسی و عرش و لوح و قلم را به کار ساخت برای نبی خدایی خود آشکار ساخت. نوچرخ نیلگون به هوا پایدار ساخت. بشنو که بود سنگ تراشی به کوی تور میکرد و سنگ تراشی و میگفت یا غفور. پنهان مشو ز چشم من ایزار ناصبور دارم بدل ز شوق جمالی تو تسرور. عشق تو سر کشیدم مرا بی قرار ساخت بری تو خوب خانه سنگی کنم تیار. از نان و گوش پخته کنم دیگ و آوزار. گرمی اگر شود زنمت پکبی شمار سردی اگر شود کنم آتش هزار بار. میگفت این حکایت و چشمش کوار کرد آن سنگ تراش 40 شب و 40 روز کار کرد. حلقه ستاک خانه سنگی تیار کرد بالشت و حاز سنگ و دو جانب قطار کرد. باری خدا چو صفه زد و پایدار کرد. قصر و شوق خویش و نقش و نگار ساخت. از سنگ و ساخت کوزه و هم کاسه باری آب در را کشودمان برون شد و اضطراب. آورد گوسفند زهر میوه بی حساب تا پخته کرد نان و پلو گوشتم کباب. از هر طعام بر خدا خوشگوار ساخت. گفتا که یارب این در و دروازه باز کن مهمان من شو و مرا صرف راست کن. دستت و سوی نیمتی انواع دراز کن بعد از جمال خویش مرا بی نیاز کن. این گفت و رفت گوشگک اختیار ساخت. ناگاه رسید حضرت موسی ز سوی دشت از پیش روی خانه سنگی همی گذشت. آن کوزه و کاسه سنگی به هم شکست از دیدش نیان شد و در گوشه نشست. خود را به شغل و معرفت کردگار ساخت. آن سنگ تراش گفت که شد مدعای من در خانه هم در آمده باشد خدای من. پر نور شد ز لطف قدومش سرای من بی جا نرفت این همه جور و جفای من. آمد به سوی خانه به دل اعتبار ساخت. آن ساده دل به خانه خود کرد چون نظر بشکسته دید کوزه و هم کاسه سر به سر. از دیده خون چکید کشید آهد جگر میگفت زار زار که ای خالقی بشر این کرده تو در دلشم غبار ساخت. گفتم که ای خدا تو چرا زود رفته ای میمانیم نخورده امانت گذشته ای. این کوزه ها و کاسه سنگی شکسته ای از حد زیاده خاطر ما را تو خسته ای. میکرد گریه ناله خود را ازار ساخت. موسی کنج خانه چو آواز او شنید زاری و گریه کردن و بیتابیش بدید. از گوشش نیان شد و تا پیش او رسید دیدش که خونزی دیده و رویش همی چکید. لب برکشود پند و نصیحت به کار ساخت. موسی بگفت که این همه کارت ثواب نیست ای بی خبر بدان که خدا خورد و خواب نیست. گویاست بی زبان سوال و جواب نیست این خدمت تو پیش خداوند صاحب نیست. با قدرتش نگر که چی لیل و نهار ساخت. آن سنگ تراش این سخن آشفته حال گشت پیشانیش گریزد و خاطر ملال گشت. ناامید کارخانه باری تعال گشت گاهی به حال آمد و گاهی بیال گشت. موسی به کوی تور قدم را گذار ساخت. از حق خطاب شد که چی دستور کرده ای آن بنده را ز خدمت ما دور کرده ای. بنشسته سر به زانو مخمور کرده ای از حد زیاده خسته و رنجور کرده ای. چه روز و شب خانه سنگی تیار ساخت. پیوسته بود روز و شب اندر خیال ما مشتاق اشتیاق و حسن و جمال ما. مشغول از تو بود و شوق وصال ما کار دیگر نداشت به جز قین و قال ما. در عمر خویش ورد خود این کار و زوبار ساخت. آن بنده را نبود و ما عشق سرسری زودتر برو بکن تو دل آسا و دلبری. خوشنود اگر نشد کشمت از پیامبری گویا
موساز سوز سینه چون آتش هزار ساخت. موسا دوید آمده با سوی سنگ تراش، گفتا که گشت خدا ز تو راضی تو شاد باش. میمان شود خدا و تو این دم غمین مباش، اسباب خود درست کن و باش در تلاش. آن بنده را به خدمت پروردگار ساخت، آن سنگ تراش چون ز خبر خوش مجال شد. موسی نبی به پیش خدا سرفراز شد، در کوی تور رفت و عرض و نیاز شد. این شاگری نگر که چشم سرفراز شد، شیری بر به شوق خویش به نقش و نگار شد.